به نام خداوند بخشنده و مهربان. من از پروردگار التجا میکنم که زبان گویاتت تا توانم درد دلم را به شما بیان کنم. من مثل رحمانوف یاور ندارم. برای من کسی معروضه تیار نمی کند یا پیشکی متن معروضه را آماده نمی کند. اونچه من میخواهم این یک پیغام من میسیجی من به شما همدیاران عزیز من است. من شما را خوب میفهمم. شما از سخنهای زیبا، از وعده هایی که اجرا نمی شوند، از افسانه ها، از قصه های لیلی و مجنون بیزار شدید. برای همین پیام من تنها به یک کس است، به امام علی رحمانوف. چرا من به امام علی رحمانوف مراجعت میکنم؟ اصلا مکالمه با یک نفری که خود را آخرین درجه حقیقت، آخرین ایستگاه حقیقت می شمارد، مکالمه امکان ندارد. این طایفه مردم عادت کردند که خود را دیوار حقیقت، دیوار عدالت، دیوار صداقت بحسابند و فکر دیگران را هیچگاه به نظر نمی گیرند. اما چند روز پیش در پیام نوبتی خود برای مردم تاجیکستان، امام علی رحمانوف مرا به یک گناه سنگین، به یک جرم بسیار جدی عیبدار نمود. وی در پیام خودش گفت چراغ روز باعث آغاز شدن جنگ شهروندی است. تصور میکنید یک روزنامه و یک روزنامه نگار در تاجیکستان جنگ را سر کرده است. من یگان وقت در دستم اسلحه نگرفتم. اسلحه من سخن من است. اسلحه من قلم من است. اما آقای رحمانوف بود که با اتومات کلاشنیکوف با کیت میگشت. وی رزمنده بود. وی با اصطلاح خودش بیویک بود و از این افتخار میکرد. و امروز باشد مرا گناهگاری جنگ شهروندی میحسابد. من نمیخواهم خود را سفید کنم. تاریخ گواه است که کی گناهگار است که این جنگ را تشکیل کرد، کی مردم تاجیکستان را به این حال افکند. در همان پیام باز یک نقطه دیگر را امام علی رحمانوف ذکر کرد که ای مخالفین، شما به امید خواجه های خارجی خود نشوید. چخیلی میگویند عیب را کی کند معیب کند. خواجه اپوزیسیون کیست؟ ما خواجه نداریم. خواجه ما مردم تاجیکستان است. ما جناب عالی نداریم. جناب عالی ما آن مهاجری است که با عذاب و مشقت یک بریده نان پیدا میکند. جناب عالی ما آن آموزگار است که دل گشنه به درس می رود و به شاگردان نیم اوریان و نیم گرسنه درس می گوید. جناب عالی ما آن برادرانی هستند که با همه مشقت ها، با همه دشواری ها نگاه نکرده در تاجیکستان کار میکنند. رحمانوف خواجه خارجی داشت. رحمانوف یک نفری بود که با دست خارجی ها به سر قدرت آمد. تکیهگاه او همیشه
خوجگان خارجیش بودند. برای همین به خلق خود احترام نمی گذارد و احترام هیچ وقت نمی گذاشت. ببینید در همین 21 ساله که رحمانوف در سر قدرت هست تنها به گوش مردم افسانه میخواند. مردم ما از این افسانه ها بیزار شدند. بسیاری مردم اصلا تلویزیون های تاجیکستان را تماشا نمی کنند. 4 کانال تلویزیونی شب و روز جناب عالی میگویند. 4 کانال تلویزیونی هر روز کنسرت نشان میدهند، رقص و بازی نشان میدهند، کنایه‌های فحش و دزدی نشان میدهند. اما محبت خلق را خریدن نمی شود. محبت خلق را به این قصه ها، به این افسانه ها، به این دروغ ها، به این دروغگی ها نمی توان به دست آورد. بله، یک گروهی هستند که همیشه لبیک میزنند، در زیر دف رحمانوف میرقصند و میگویند جناب عالی، شاه من، شاهنشاه، معلم معلمان، آفتاب درخشان، شما را همه دوست می‌دارند. و رحمانوف به این افسانه ها گوش میکند. وقتی ما میبینیم به یگان سفر میرود به یگان ناحیه، بگذار که زمستان سرد باشد یا تابستان گرم، کودکان را مجبور میکنند که در پیش جناب عالی برقصند. در یگان کشور دنیا چنین نیست که رهبر دولت به یک کارخانه یا به یک کارگاه یا به جای دیگر باید و مردم با رقص و سرود و پیشواز گیرند. این سال برای ما سال مهم است، سال انتخابات است. اما مردم ساده لوح ما، مردم زودباوری ما هنوز گمان میکنند که شاید این سال انتخابات می شود. من حیران می شوم. آدمی که در 20 سال یک بار برای انتخابات حکومت را نگه نداشته است یا به سر قدرت نآمده است، چطور می تواند که انتخابات آزاد گذراند؟ انتخابات آزاد برای رژیم رحمانوف این انتهای راه، انتهای قدرت، انتهای حکومت است. برای همین رحمانوف همه کاری که از دستش میآید میکند که باز هم این انتخابات به یک فرض، به یک مضحکه بدل شود. ما الکی میبینیم که تیاری به انتخابات در تاجیکستان چطور شروع شده است. فشار مخالفین نه تنها در داخل بلکه در خارج کشور اوج میگیرد. مردم را ساختارهای قدرتی به هر بهانه میترسانند. فعالان سیاسی را لطوکوب میکنند. آخرین مثال زید سعیدوف، یک تاجر و سابق وزیر رحمانوف، تنها به خاطر آن که اظهار نمود میخواد یک حزب نوی را براه اندازد، این حبس کردند. از این پیشتر در دبی عمر علی قوتوف بازداشت شد و در زندان است. بعدا سابق سروزیر تاجیکستان عبدالملک عبدالله جانوف در کیف بازداشت شد و خدا را شکر که حکومت تاجیکستان نتوانست که عبدالله جانوف را به دام اندازد و عبدالله جانوف آزاد شد. این مثال ها نشان دهنده آنند که این انتخابات هم
با مسخره بازی انجام یابد. و من در حیرت هستم که بعضی از دوستان ما از اپوزیسیا هنوز باور دارند که در عهد رحمانوف انتخابات برگزار می‌گردد. بله، انتخابات برگزار می‌گردد برای نامش، برای آنکه باز یک بار رحمانوف جامعه یا پیراهنی قانونی را بر کند و گوید که رحمانوف را خلق انتخاب کرد. اما ما دیگر حق نداریم، ما دیگر حقوق نداریم، ما دیگر نمیتوانیم که باز یک بار به این دام مکر و فریب رفتیم. زیرا از این انتخابات بودن یا نبودن، زیستن یا مردن، شرف داشتن یا شرف را از دست دادن است. برای چی؟ برای آن که این انتخابات برای ما آخرین نبرد برای آزادی، آخرین نبرد برای ناموس، آخرین نبرد برای نگه داشتن مستقلیت، برای نگه داشتن شرافت، برای نگه داشتن حمیت مردم و دولت است. محترم رحمانوف، من نمیتوانم که به شما پرزیدنت من گویم، زبانم نمیگردد، زیرا شما پرزیدنت من نیستید، زیرا یگان وقت شما پرزیدنت نبودید. سال 1992 از روز اول، از قدم نخستین شما با تبلدات به سر قدرت آمدید، با تبدلات خونین، با تبدلات گوش ناشنید، با تبدلات شرم‌آور. سال 1992 در تاجیکستان پرزیدنت بود، شاید نامی و را فراموش کرده باشید، رحمان نبیوف. اولین و آخرین پرزیدنت مردمی، اولین و آخرین پرزیدنتی که با رأی مردم به سر قدرت آمده بود. بعداً رحمان نبیوف کشته شد و بعد مرگ رحمان نبیوف شما اعلان داشتید که اینستیتوت پارلمنتی به کار نرفت و باز شما میخواهید که تاجیکستان به یک نظام پرزیدنتی گذرد و شما خود را برای پرزیدنتی پیشنهاد کردید. حریف شما عبدالملک عبدالله جانوف بود. خدا شاهد و همه میدانند که عبدالملک عبدالله جانوف در آن انتخابات پیروز آمده بود، اما شما رأی مردم را دزدیدید، شما منصب را دزدیدید، شما تخت را دزدیدید. آن وقت شما تجربه نداشتید در سیاست بزرگ، در سیاست کلان. آن وقت شما استاد تقلب نبودید. برای همین بولتین ها را، ورقه های آوازدهی را با کمزها طرفداران شما می بردند و می سوزاندند. همراه این ورقه ها آرزوهای مردم بسوخت. همراه این ورقه ها روزی روشن مردم تاریک شد. همراه این ورقه ها آینده ما سوخت. آینده ما را شما سوزاندید. بعد این در انتخابات نوبتی
کسی را شما نگذاشتید که از شخصان معروف در انتخابات با شما قوت سنجند. نام قوت سلطان که آن شب و روز فرد زبان ها بود و قوت سلطان میخواست که در انتخابات اشتراک کند، به هر بهانه قوت سلطان را به انتخابات راه ندادید و به خاطر آن که نه به مردم تاجیک بلکه به مردم غرب نشان دهید که در تاجیکستان دموکراسی هست و انتخابات به طور الترناتیوی میگذرد، شما در بولتن ها مجبوراً، تکرار میکنم، مجبوراً نام دولت عثمان را نوشتید. دولت عثمان زنده است. دولت عثمان شاهد است. دولت عثمان نقل کرده بود که حتی شهادت نامه نامزد به پرزیدنتی نداشت، در جیبش نداشت، ولی مجبوراً نام دولت عثمان در ورقه ها نوشته شد و شما گویا غلبه کردید. این غلبه نه، این مغلوبیت شما بود. بعد از آن هر کسی که با انتخابات در عهد شما باوری میکند، برای من مثل یک نفری است که باور میکند که از درخت بید افلیسون میروید، از سنگ شیر میریزد. من افتخار میکنم که در همین 21 سال همیشه گفته بودم و باز میگویم که تا رحمانوف هست در تاجیکستان انتخابات آزاد نخواهد شد و این سال هم میبینیم که انتخابات نخواهد شد. ولی شما باید این سال انتخاب کنید. این سال انتخابات شما است. یا شما استعفا میدهید و میگذارید که مردم خودشان یک نفر را انتخاب کنند در یک مسابقه، در یک بحث اندیشه ها، در یک بحث برنامه ها، در بحث کمانده ها. و شما با استعفای خود آینده خود را، آینده فرزندان خود را حفظ میکنید. چرا من به چنین خلاصه آمدم؟ محترم رحمانوف، یک بار در کارگاهتان یا در منزلتان تنها به تنها نشینید، تنها به تنها، و ببینید که شما چیکار کردید. شما یک ملت را، یک خلق را، یک دولت را به کجا آوردید، به کجا رساندید. حال ما چون است؟ ما کیستیم؟ ما کی بودیم و کی شدیم؟ ما از کجا آمدیم و به کجا می رویم؟ شما مردم تاجیک را روشن و جمشود کردید. شما ملت تاجیک را غلام دیگران کردید. شما ملت تاجیک را مهاجر کردید. شما ملت تاجیک را سرپست کردید. شما زنان تاجیک را کنیزک دیگران کردید. شما ما را غلام کردید. امروز ما میبینیم که مردم از تاجیکستان فرار میکنند. تاجیکستان یک زمان بهشت روی زمین بود. شما این بهشت را به جهنم بدل کردید. تاجیکستان امروز خانه اشک، منزل درد، منزل غم، منزل بیماری، منزل ناامیدی شده است. مردم فرار میکنند. امروز مرد تاجیک آماده است که یک کولبار به دوش بگیرد و هر کجای چشمش میبیند راه بگیرد. به قزاقستان، به ازبکستان، به امریکا،
به هر کجای دنیا باشد مردم از شما میگریزند، مردم از رژیم شما میگریزند، مردم از ملیسه های شما میگریزند، مردم از بی‌حقی میگریزند، مردم از بی‌انصافی میگریزند، مردم از تاریکی میگریزند. ما در عصر 21 زندگی میکنیم. آقای رحمانوف یک بار به تقویم نگرید. در تقویم سال 2013 است. یک گربه اروپایی از یک کودک تاجیک غذایش خوبتر است. یک گربه اروپایی نگاه و بینش بهداشتش از یک کودک تاجیک خوب است. آیا شما یک بار به بازار یا به یگان جاده پیاده برآمدید؟ یک بار شما در دل مردم را گوش کردید؟ نه، شما به لبیک زنی عادت کرده اید. شما دوست می دارید که وقتی در پیش پای شما پایانداز می اندازند، وقتی که در وسط شما سرود می سرایند، وقتی که در وسط شما داستان می گویند، شرمتان نمی آید؟ حتی خانم ها کمپلیمنت های بی اساس را، لطف های بی اساس را دوست نمی دارند. اما شما باشید عادت کرده اید. وقتی من می بینم که یک کودک ای جناب عالی، ای آفتاب، ای خورشید درخشان، ای معلم معلمان گویان و شما مراجعت میکند، شما قبط گوش میگیرید. به جای شما من سرخ میشوم، به جای شما من سرخ میشوم. وقتی شما به کشورهای دیگر میروید و از دموکرات گپ میزنید، از حقوق انسان گپ میزنید، به جای شما من شرم میدارم، به جای شما من سرخ میشوم. چندی پیش شما در اروپا بودید. عجیب است. شما در اروپا از خود یک دموکرات را میتراشید. بابا شما کجای دموکرات کجا؟ آیا شما میدانید که یک کاستوم ارمانی یا چیروتی پوشیدن این دموکرات بودن نیست. دموکرات این احترام به مردم است. دموکرات این انتخابات آزاد است. دموکرات این مطبوعات آزاد است. دموکرات این ولایت قانون است. اما دموکرات برای شما تنها شعار است. شما دموکرات را بدنام کردید. شما دموکرات را زشتنام کردید. شما دموکرات را تجاوز کردید. دیگر بعد شما کسی نمیخواهد از دموکرات حرف زند. عجب. وقتی شما به یک مملکت شرق می روید یا به یک مملکت مسلمانی، شما از خود گمان میکنید که امام علی رحمانوف یک امام است، یک دامولا است، یک مولا است، یک آخوند است. اما در اصل شما آنچنانی که دشمن دموکراتی هستید، همین طور دشمن اسلام نیز هستید. شما نمیگذارید که مردم به مسجد روند. شما نمیگذارید که دختران مسلمان لباس اسلامی پوشند. شما امروز معین میکنید که این قانون الهی خوب است یا قانونی که شما ایجاد میکنید. شما شرم نمیکنید در خانه خدا، در مسجدها، مولاهای دورویه، امامهای دورویه به جای حدیث پیغمبر سخنهای شما را میگویند، سخنهای امام علی رحمان را میگویند. در همین 21 سال مردم فراموش کردند که خانه گرم چیست، هر روز برداشتن چیست.
شما شرم نمیکنید که در عصر 21 در خانه مردم برق نیست، گرمی نیست، گاز نیست. در عصر 21 تا زمانی که شما به سر قدرت آمدید تاجیکستان همه چیز را داشت. اگر 1 ساعت در خانه مردم برق نمیشد مردم دنیا را با پا میخیزاندند. امروز مردم به این عادت کردند. امروز مردم تاجیک به کیلوگرم انگشت میخرد. شما شهرها را به روستا بدل کردید و باز در همون پیامتان به مردم وقتی سخن درباره دزدیدن دختران میرفت، دختران نورس که یک مودی نو در تاجیکستان شده است، شما میگفتید این شهر کلخوز نیست. عزیزم، شهر رو شما کلخوز کردید، شهرها رو شما روستا کردید. محترم رحمانوف، شما به قرآن و به شیر مادرتان سوگند یاد کردید که قانون اساسی را رعایت میکنم، برای مردم خدمت میکنم، این و آن. کنی شما یگان سوگندتان را، یگان قسمتان را به اجرا رساندید. باز چند سال ما انتظار شویم؟ باز چند سال ما انتظار شویم که در خانه های مردم روشنایی پیدا شود؟ باز چند سال ما پیدا شویم که در تاجیکستان انتخابات آزاد گذرد؟ باز چند سال ما انتظار شویم که مردم توانند که برای خودشون خانه سازند، خانه خرند؟ باز چند سال انتظار شویم؟ باز چند سال انتظار شویم که مردم آزاد باشند؟ ما دیگر حق انتظار بودن نداریم. ما دیگر حق صبر کردن نداریم. صبر امروز برای ما برابر مرگ است. چرا؟ شما نه تنها زندگی ما را خراب کردید، شما نه تنها زندگی هم نسلان ما را خراب کردید، شما زندگی طفلان ما را هم خراب میکنید. زیرا در مکتب‌های تاجیکستان معلم نمیرسد. زیرا در مکتب‌های تاجیکستان شاید در افریقا هم چنین نیست. خواننده هایی که در صنف 9-10 میخوانند برای طلبه های صنف 5, 4, 6 و غیره درس میگویند. این چه است؟ این یعنی مردم را از دانش، مردم را از معرفت دور کردن است. بله، برای شما جوانان باسواد، جوانان ورزیده در کار نیستند. برای شما جوانان بیسواد در کار هستند. برای شما جوانان خاموش در کار هستند. برای شما جوانان غلام در کار هستند. برای شما انسان نه، برای شما گوسفند در کار است که شما چوپانی کنید. ما دیگر گوسفند بودن نمیخواهیم. ما دیگر نمیخواهیم که چوپان داشته باشیم. ما دیگر نمیخواهیم که یگان کس به ما راهنمایی کند. ما میخواهیم که در کشور خودمان سربلندانه زندگانی کنیم. ما میخواهیم که در خانه های ما گرمی باشد. ما میخواهیم که در کوچه ما برای در کوچه برآمدن نهراسیم. شما چی کار میکنید؟ شما چی کار میکنید؟ وقتی که میلیسه های شما اوباش های پگاندار در کوچه ها مردم را میدارند و ریش مردم را قیچی میزنند. این است دموکراسی. وقتی در زندان ها محبوسان را به دار می آویزند، می کشند، این است دموکراسی. این است دموکراسی. عزیزم، شما، من اطمینان دارم که از دموکراسی تصورات ندارید، از آزادی تصورات ندارید.
شما به قدر آزادی نمی رسید. شما شعارهای ما را دزدیدید. شما آرزوهای ما را دزدیدید. شما جوانیهای ما را دزدیدید. شما آینده ما را دزدیدید. ما میخوایم این همه را برگردانیم. شما برای ترقیات تاجیکستان، برای پیشروی تاجیکستان مثل یک خرسنگ بزرگی هستید در سری راه و هر ماشینی که اختراع نکنی میبیاد به این خرسنگ بر میخورد و میشکند، پاره میشود یا در جایش قرار میگیرد. شما تاجیکستان را تاریکستان کردید. مگر شما نبودید وعده داده بودید که بعد چند سال همه خانه ها نورباران می شود؟ شما نبودید که ما راهون می سازیم گویان از مردم، از نان دهن مردم گرفتید، مجبور کردید که مردم فرزندهاشان سهمیه بانوی و راغون شاه نام کنند. کنی سهمیه بانو، کنی راغون شاه، کنی پولی مردم، کنی اون 200 میلیون دلاری که خانه به خانه گشتید و از مردم جمع کردید مثل یک گدا. واقعا درباره گدایی و در همین پیامتان محترم رحمانوف شما یک چیزی عجیب گفتید. بگذار گدا باشیم ولی در وطن خود باشیم. نه، ما نمیخوایم گدا باشیم. ما میخوایم ثروتمند باشیم. ما میخوایم دولتمند باشیم. چرا شما خود شما نمیخواید گدا باشید؟ چرا به ما فلسفه گدایی و کمبغلی را میآموزید؟ چرا شما میخواید در قصرها زندگی کنید همراه فرزندانتان؟ چی مگر فرزندهای ما را یا فرزندهای دیگران را کرکدیل تولد کرده است؟ عزیزم، امام علی شریفویچ اگر شما برای قرآن برایید و سوگند یاد کنید که به شیر مادرتان به الف با به کلیات لینین به شعرهای بابای فیض به ایجادیات سیدعلی ولیزاده یا محمد غایب دیگر ما هیچگاه به شما باور نخواهیم کرد. هیچگاه. یک آدم را میتوان فریبید، 2 آدم را، 10 آدم را، ولی یک خلق را نمیتوان یک عمر فریبید. دیگر ما میدانیم که شما به چه قادر هستید. شما شعار میزنید ما به ضد فساد کروپسیون مبارزه میبریم. احسن، آفرین، زهی. اما کروپسیونر کیست؟ ریکت کیست؟ بگذار شما پریزیدنت شدید و بگذار باز یک بار دیگه مردمی ساده‌لو و زود باور به شما باور کرد. بعد چی؟ ما میبینیم که هر سال و هر روز زندگی مردم از بد بدتر می شود. مثلا شما میخواهید به فساد مبارزه برید، دست شما در نمیاد. لیکن آیا شما میتوانید که پیش یک دختری را به نام تهمینه رحمانوه که هر روز با کاروانها غیر قانونی به تاجیکستان مال وارد میکند بازداشت کنید؟ شما میشناسید تهمینه رحمانوه کیست؟ نمیشناسید. احسن. شما میتوانید امان الله حکومت را تغییر دهید که هر روز با پاییزد در پاییزدهای چرکین و غشت مردم می روند. شما میتوانید پیش این پاییزدها را که همراه مردم درد و غم میکشانند
همراه مردم گیرین میکشانند، نشعه میکشانند، بازداشت کنید. شاید نمیشناسید امان الله حکوموف، نویسید در دفترچه خاطرتان تهمین رحمانوف، امان الله حکوموف. شما میخواهید پیش کروپسه گیرید، اما چی طور میتوانید مثلا شما با ضد حسن سعداللهیف مبارزه برید؟ آره یک نفری هست حسن سعداللهیف، هم رهبری آریون بانک، هم خوجه‌ای زواد تلکا، زواد الومینی و هم صاحب ده‌ها و صدها کارخانه های دیگر. یک جوان هست رستم رحمانوف، حتی سرژانت نبود، در عسکری هم خدمت نکرده بود. یک باره و کیم که به وظیفه گنرالی جانشین رئیس گمرک تاجیکستان تعیین کرد. شاید شناسید. شما میتوانید با رستم رحمانوف مبارزه کنید؟ هرگز. امروز شما لجام دولت در دست شما نیست. در تاجیکستان بسیار حاکمیتی است. حکومت تهمین رحمانوف، حکومت حسن سعداللهیف، حکومت امان الله حکوموف، حکومت رستم رحمانوف و حکومت نورالدین رحمانوف. این حکومت ها بین هم رقابت دارند، این حکومت ها بین هم جنگ میکنند، بعضا این جنگ ها تا تیراندازی می رود. این حکومت ها ارتش خود را دارند، این حکومت ها محافظای خود دارند، این حکومت ها بیزنس خود دارند. دیگر شما پرزیدنت نیستید، دیگر شما رهبر کشور نیستید، دیگر شما فقط ترانه گوش میکنید، دیگر شما فقط پرده قاسم و بابای فیض را گوش میکنید. برای شما سرودی دیگر نیست، برای شما ترانه دیگر نیست، برای شما شعر دیگر نیست. فقط یک شعر هست و نقرا دارد. زنده باد جناب عالی. محترم رحمانوف، دیدی که نشد منکرات میگویند. خواهش میکنم اندیشه کنید. شما بینید تا روزی که شما در حکومت هستید هر روز در یک گوشه تاجیکستان جنگ است. جنگ آخرین شما با مردم بدخشان بود. شما نشرمیده در ماه شریف رمضان به سر مردم بیگناه لشکر کشیدید. بعضی ها میگفتند که این جنگ، شاید از این جنگ پرزیدنت آگاه نیست، ولی طراح این جنگ شما بودید. اگر شما طراح این جنگ نمی شدید، بعد این شرمندگی در بدخشان شما پیش مردم شریف بدخشان سر تعظیم فرود می آوردید و در همون بدخشان در سر کوهی بلند می برآمدید و مجبور می کردید که وزیر دفاع شیرعلی خیراللهیف، رئیس کمیته امنیت ملی سیمومین یتیموف، گنرال های دروغین شما همه باید استعفا می دادن. شما یگان نفر اینها را جزا ندادید. برعکس شما به نفرانی که به ضد مردم بیگناه و بی‌سلاح جنگیدند اردن دادید، قهرمان اعلان کردید این ترسه ها را. یک مسئله بسیار مهمی دیگر اون است که از تاجیکستان بسیاری مغزها، یک مردمانی که عقل و خرد دارند، مردمانی که دانش دارند، اونها امروز تاجیکستان را ترک میکنند. اگر شما باز یک بار دیگر از کرسی نخیزید،
این دفعه در تاجیکستان به نظر من یگان نفر متخصص خوب، متخصص ورزش نمیموند، مردم وطن را ترک میکنند. بی این هم امروز 2 میلیون شهروند تاجیکستان بیرون از وطن است. 2 میلیون. شما نگویید که هیچ گپ نه. این بدبختی است. برای همین یگانه راه در انتخابات اشتراک نکردن شما است. امروز شما باید دانید که کاسه صبر مردم لبریز شد. شما باید دانید که امروز مردم آماده هستند که به گردی همایی برایند. امروز مردم آماده هستند که برای شرف و ناموس خودشان از بحر جانشان گذرند. شما باور نکنید به اون تعریف ها، به اون ثناگویی ها، به اون نوشبادگویی ها. شما یک بار به فیسبوک سر زنید. شما یک بار به چایخانه ها سر زنید. شما یک بار ببینید که درباره شما مردم چه ها میگویند، چه ها می نویسند. شما به جمهوریت و صدای مردم، به بهارستان و تلویزیون های دولتی، تلویزیون های کشتگی خودتان باور نکنید. امروز مردم به سیاست شما نفرت دارد. امروز مردم همه چیز را میداند. شما گمان نکنید که مردم کور هستند. نه، مردم چشم دارند میبینند. مردم گوش دارند میشنوند. مردم عقل دارند تحلیل میکنند. من همین در دست من روزنامه چراغ روز، در همینجا سخنرانی شما در اجلاسیه ششم مجلس عالی جمهوری است. ما را امروز از روی ترس بالای دست میگردانند، ولی روزی میشود که از گلویتان میگیرند. تکرار میکنم، این سخنهای شما محترم امام علی شریفویچ. ما را امروز از روی ترس بالای دست میگردانند، ولی روزی میشود که از گلویتان میگیرند. بله، دیگر وقتی آن آمد که مردم از گلوی ظالمان میگیرند. دیگر کاسه صبر مردم لبریز شد. دیگر برای مردم فرق بین مرگ و زندگی گم شد. دیگر مردم نمیخواهند که گستربایتر باشند، غلام باشند. دیگر مردم نمیخواهند که در خانه های خنک زندگی میکنند. دیگر مردم نمیخواهند که بچه های آنها درد فراق کشند. دیگر نمیخواهند که بچه های آنها غلام شوند، غلام باشند، غلامانه زندگی کنند. برای همین دیگر وقت صبر و تحمل نیست. این دفعه اختیار در دست شماست. شما باید انتخاب کنید و یگانه راه اشتراک نکردن شما در انتخابات است. به حق مردم رحم کنید. به حق مادران ره انتظار، به حق کودکانی که آینده ندارند، شما رحم کنید. به این خلق رحم کنید. 20 سال طاقت کرد. محترم امام علی شریفویچ، به همین مردم تاجیکستان از تلویزیون یک بار برآمد کنید و یک جمله گویید: یک جهان تشکر، من رفتم. این بهترین سخنرانی شما می شود. این بهترین پیام شما می شود. این پیام تاریخی شما می شود. این پیام می شود که بعد 10 ساله ها و 100 ساله ها مردم به یاد خواهند آورد.
یک ضرب المثل هست. دشمن زیرک از دوست نادان به است. من دشمن شخصی شما نیستم، من دشمن سیاست شما هستم، لیکن من همچون دوست برای شما میگویم. فقط دوست میتواند حقیقت رو گوید. دیگر شما نمیتوانید که این وضعیت رو تغییر دهید. دیگر شما نمیتوانید که راهبری کنید. شما یک سیستم ساختید که نه تنها مردم قربان شدن، بلکه آخرین قربانی این سیستم خودی شما میشوید. اگر شما اختیاری به استعفا نروید، شاید بعد 1 سال یا 1.5 سال مردم امیدش را از انتخابات از دست میدهد و به عملهای دیگر رو میبرد. شاید جنگ پارتیزانی سر میشود، شاید قتل و کشتار سر میشود و شاید به سر شما هم بدبختی های زیاد میآید. من 20 سال باز در هجرتم، من 20 سال باز در هجرت به سر میبرم. 20 سال باز. این است گذرنامه من. من هنوز شهروند تاجیکستان هستم، گرچند شما بودید که من کردید که به من گذرنامه دهند و هر باره که من از مرز این آن کشور میگذرم یک بار دلم ته میکشد که من با چنین گذرنامه، با چنین پاسپورت زندگانی میکنم. ولی این پاسپورت برای من یک چی میدهد. در بالای این کنونسیون سازمان ملل متحد، امام علی شریفوویچ، سازمان ملل متحد به تاجیکی می شود آن و تاجیکی شما از 28 ایونی سال 1951 یگان کشور، یگان دولت حقوق ندارد که مرا به تاجیکستان سپارد. برای همین بیهوده از پس من نشوید، بیهوده من را نجویید. شاید یک روز نه یک روز شما برای من عرض سپاس کنید که من به شما حقیقت را گفته بودم. من نمیخواهم که فرزندان شما مثل فرزندان من سرسان و سرگردان شوند. من نمیخواهم که شما مثل من از یک کشور به یک کشور دیگر زندگی کنید. من نمیخواهم که زندگی شما در فرودگاه ها و وکزل ها گذرد. من نمیخواهم که شما با زبان بیگانه ها حرف زنید و نان بیگانه ها را خورید مثل من. شما 9 فرزند دارید. شما نبیره زیاد دارید. شما درباره آنها فکر کنید. عمر من و شما به یک جای رسید. زندگی من و شما به پایان میرسد. من بسیار میخواهم که شما عمری دراز بینید، اما زندگی است. بعد 60 انسان مثل زندگی انسان مثل اشک در نوک مژگان است. به خاطر فرزندانتان، به خاطر مردم تاجیکستان استعفا دهید. مردم استعفای شما را میپذیرد. اکنون من به شما یک سری مگو، یک راز پنهان را آشکار میکنم. امروز وطندار تمام الیت سیاسی تاجیکستان را اتحاد میکند. من اولین بار به شما این چیز را میگویم. من اولین بار این چیز را به خاطر آن میگویم که من و شما در یک مرحله سرنوشت ساز قرار داریم. از انتخاب من و شما آینده کشور وابسته است. برای همین بیایید مردانه استعفا دهید. شما بی‌پروا باشید. ما حرکت مردمی وطندار
ما الیت سیاسی تاجیکستان با شما وعده میدهیم که یک خس به پای شما نمیخلد، یک گرد به چشم شما نمیرسد. ما تمام امتیازها را برای شما میدهیم، برای بخطری شما، برای بخطری خانواده شما، برای بخطری نزدیکان شما. و ما میخواهیم که همه ما زندگی را از یک ورق سفید آغاز کنیم، یک ورق سفید از صفر. همه همدیگر را بخشیم. شما هم ببینید که دموکرات چی است. شما مردم را با جنگ نترسانید. شما همیشه میگویید که گویا که شما روید یا گویا که میتینگ شود یا انتخابات شود جنگ میشد. نه، مردم از جنگ بیزار است. مردم دیگر جنگ نمی کند. ما که جنگاور نیستیم، ما که بایویگ نیستیم. شما هم از فلسفه جنگ دست کشید. بیایید استعفا دهید و بی‌پروا باشید. در یک گوشه نشینید و ببینید که خلق ما، خلق تاجیکستان، مردم شریف تاجیکستان، شهروندای تاجیکستان خودشون یک نفر را به وظیفه پرزیدنتی انتخاب کنند. بگذار یک کارزار در تاجیکستان سر شود. کارزار برنامه ها، شخصیت ها، پروگرام ها، راه ها. و میبینید که تاجیکستان تغییر یافته است. ما همین مردم یک بار شانس ما باید دهیم. شانسی سرنوشت خود را خودشون معین کردن. از شما ما دیگر چیزی نمیخواهیم. در عکس حال باور کنید نه تنها شما را بلکه همه ما را بدبختی های زیاد انتظار است. برای همین باز یک بار دیگر اندیشه کنید. امام علی شریفویچ گرامی، من میدانم که شما مرا دوست نمیدارید. من میدانم که شما بارها میخواستید مرا دستگیر کنید، به زندان کشید و یا کشید. اما خدا را شکر من بزرگترین جاندار، من بزرگترین تلیخرانیت دارم و جانداری من، تلیخرانیت من پروردگار است. یاد دارید سال 2001 با فشار شما، با پافشاری های شما مرا در مسکو بازداشت کردند و زندان کردند. شما از خرسندی برای من نقل کردند که میرقصیدید که انا دشمنی مرا، آخرین دشمنی مرا دستگیر کردند. و هزاران بار به خدا شکر که همان روزی که به دست من زنجیر زدند و مرا به زندان پرتافتند، در گوشه های مختلف دنیا مردم به حمایت من برخاستند. یا دارید اظهارات پرزیدنت فرانسه ژاک شیراک، اظهارات وزیر کارهای خارجی آلمان یوشکا فیشر، با پاخستنی تشکیلات‌های بین الخلقی با نفوذترین روزنامه ها، رادیو ها و تلویزیون ها سبب شد که من آزاد شدم. و اگر و شما نامردانه برای من حجت سند آماده کرده بودید که گویا که من دشمن خلق هستم، گویا من تروریست هستم، گویا من قاتل هستم، گویا من در کشتار آدمان دست دارم، وقتی من این دیله رو میخواندم موی سرم راست خیست. خدا را شکر که فشار بین الخلقی بود و
خدا را شکر که فشار بین الخلقی بود و دستگیری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که مرا آزاد کردند. هنوز من در زندان بودم که شما خرسندانه میگفتید اگر دادا جان را به تاجیکستان بیارند من با دست خودم به دار می آویزم و این روز نرسیدید. یاد دارید شما گویا مرا عفو کردید. من به دوشنبه آمدم، چند روز بودم، 1 هفته قریب بودم، لیکن من فهمیدم که شما مقصد زیست دارید. شما مقصدی بازگشتن مرا نداشتید. بعداً از یک طرف شما میخواستید مرا نیست نابود کنید، از یک طرف شما مرا جنایتکار محساب بدید، از طرف دیگر مرا عفو میکردید و باز همیشه در مغزتان، در سرتان فکری از بین بردن من بود. 1 سال پیش قاتلان شما به جان من سوء قصد تشکیل کردند و کارد زدند و به دل من کار زدند. خدا را شکر که من زنده موندم. بعد این برآمد شاید شما باز عصبی می شوید و شاید باز ند شما وزیر امنیت یا وزیر کارهای خارجی می دود که امام علی شریفوویچ اجازت دهید ما دشمن خلق را نیست کنیم. خواهش میکنم این نقشه ها را از سرتان دور کنید و دانید که اگر شما دادا جان عطاالله را میکشید در تاجیکستان هزارها دادا جان عطاالله ها هستند. هزارها عطاالله ها در مسجدها امروز نماز میخوانند. هزاران عطاالله ها امروز در اودیتوری های استودنتی درس میخوانند. هزاران عطاالله ها در جنگل روس، در کشتزار قزاقستان، در دشت‌های ترکمنستان کار میکنند و آنها راه ما را دوام میدهند و آنها هم سربدار هستند و آنها هم ناموس دارند، شرف دارند و تاجیکستان را حمایت میکنند. شما مناسبتان را با اپوزیسیون تغییر دهید. اپوزیسیون دشمن نیست. ما دشمن شما نیستیم. در هر یک کشور، در هر یک کشوری پیشرفته، در هر یک کشوری دموکراتی وجود اپوزیسیون این اولین نشانه آن است که این حکومت سالم است. این حکومت مردمی است. این حکومت تکیه به مردم میکند. از اپوزیسیون، از مخالفین، از روزنامه های آزاد، از شخصیت های آزاد، تنها رژیم های دیکتاتوری، تنها رژیم های بیمار، رژیم های مریض، رژیم های زشت می‌هراسند. شما دیگر شانسی محبت مردم را به دست آوردن ندارید. شما همه را باختید. شما همه را بای دادید. شما چیزی ندارید، ولی ما محبت مردم را داریم. ما دعاهای مردم را داریم. من شاد هستم که هر روز از مردم تاجیکستان پیام میگیرم. من میدانم که هر روز ده ها و صدها نوجوانان، پیرمردان، مادران و خواهران برای ما دعا میکنند، برای ما راه سفید میخواهند، برای ما از پروردگار آرزو میکنند که زنده باشیم. ما مقصد بد نداریم. ما میخواهیم که مردم ما آزادانه زندگانی کند. ما میخواهیم که مردم ما شانسی برابر داشته باشد که مثلا تواند که فرزندش کار یابد. اگر خدا نکنه بیمار شود، در یگان بیمارخانه خوب تحت نظارت بهترین طبیبان خودش را طبابت کند
ما میخواهیم که مردم ما دانند که فرزندان آنها در این یک عصر پرتضاد، در این عصر مبارزه ها، در این عصر کنکورنسیا معلومات خوب داشته باشند، جای کار خوب پیدا کنند، یک کار پیدا کنند که ماهانهشان به یک زندگی ارزنده رسد، ماهانهشان به سیر و سیاحت رسد، ماهانهشان به طبابت رسد، ماهانهشان به منزل خریدن رسد. با این ماهانه که شما میدهید، یک آدم برای آنکه یک خانه خرد باید 350 سال زندگی کند. 350 سال. ما میخوایم امروز زندگی کنیم، مردم میخواند امروز زندگی کنند، اما شما همیشه برای ما فردای درخشان وعده میدهید. دیگر ما به وعده های شما باور نداریم. در خاتمه من بسیار میخواهم که شما به همین مراجعت نامه، به همین پیام، به همین پیک، به همین مسیج مناسبت جدی کنید و پاسخ گویید. من میخواهم که من و شما در یک بحث روبرو از طریق تلویزیون درباره دردهای جامعه، درباره راههای خلاصی از این بنبست فکر همدیگر را گوییم. مردم فکر من و شما را شنوند. بین من و شما، بین شما و قوه های دیگری سیاسی تاجیکستان مکالمه برگزار گردد. شما خود را احترام کنید. آدمی که خودش را احترام میکند دیگران را هم احترام میکند. شما با سرنوشت خلق بازی نکنید. شما با قسمت خلق بازی نکنید. شما با یک ملت بازی نکنید. آینده این بازی بسیار و بسیار خطرناک است. محترم امام علی شریفویچ، دیگر وقت صبر و تحمل نیست. دیگر کاسه صبر مردم لبریز شد. بیایید از روی انصاف استعفا دهید. آرزوی من شنیدن همون یک پیام از شما است. یک جهان تشکر. من رفتم.